با سلام و درود خدمت یکایک شما هموطنان و همراهان کانال میرو نتورک پرشین. امیر هستم و این اولین ویدیو ما در این کانال هست و اختصاص داره به معرفی و آموزش 0 تا 100 با جزئیات ساخت اکانت میرو نتورک و شبکه میرو. قبل از هر چیزی خیالتون رو راحت کنم که من خودم شخصا با پشتیبانی میرو نتورک از طریق ایمیل و پشتیبانی پیج تلگرامشون از شخص آقای امیروف صحبت کردم و گفتن که مشکلی بابت مشارکت و KYC کاربران ایرانی در این پروژه وجود نداره و وجود هم نخواهد داشت. و اما در مورد میرو نتورک خلاصه بگم یه پروژه جمع ملیتی و با حمایت و بر مبنای فرانک واحد رسمی پول کشور سوئیس و بانک‌های بزرگ بریتانیایی و آمریکایی هست که البته هسته اصلی این پروژه رو انگلیسی‌ها تشکیل میدن و فعلا تیم سرمایه‌گذاری این پروژه شامل 11 شرکت قدرتمند و شریک قدرتمند از یوتیوب، گلودفلر، فیسبوک، گوگل و بانک بزرگ بریتانیایی HSBC و چند شرکت بزرگ دیگر هست. اما قطعا در آینده نزدیک شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ دیگری هم به این پروژه عظیم خواهند پیوست. استخراج این پروژه در دو فاز خواهد بود که فاز اول آن به تازگی شروع شده که شامل استخراج توکن لومیرا کوین هست، یک استیبل کوین با 250 میلیون توتال سپلای و پشتوانه رسمی فرانک واحد رسمی پول کشور سوئیس، و فاز دوم هم شامل استخراج توکن میرو نتورک خواهد بود با توتال سپلای وسوسه انگیز فقط 27 میلیون توکن. استخراج هر دو فاز کاملا رایگان و بدون وقت و کوچکترین هزینه فقط با یک گوشی موبایل و نصب اپلیکیشن میرو نتورک و ساخت اکانت استخراج هست که آموزش‌های ساخت اکانت رو 0 تا 100 و قدم به قدم همراه با توضیحات کامل در ادامه این کلیپ توضیح خواهیم داد. فقط داخل پرانتز خدمت دوستان عرض کنم که ما تمامی اخبار مربوط به میرو نتورک و اعلامیه‌های رسمی اون رو تو شبکه‌های اجتماعی مثلا توییتر و اینستا و تلگرامشون رو داخل پیج اینستاگراممون به نشانی میرو نتورک ایران پوشش خواهیم داد. پس حتما پیج اینستاگرام ما رو فالو داشته باشید. البته هرچند ما سعی کردیم تمام سوالات شما عزیزان و جزئیات ساخت اکانت میرو نتورک رو داخل این کلیپ پوشش داده باشیم، اما باز هم هر مشکلی هنگام ساخت اکانت میرو نتورک یا سوالی در مورد ریز جزئیات این پروژه داشتید، مستقیما به دایرکت پیج ما به همون نشانی که عرض کردم یعنی میرو نتورک ایران مراجعه فرمایید. ما حتما در اسرع وقت پاسخگوی دایرکت های شما عزیزان هموطن خواهیم بود. پس بدون معطلی بریم سراغ آموزش. سلام دوستان، خسته نباشید. امروز با آموزش ساخت اکانت میرو نتورک و آموزش استخراج رایگان این رمز ارز با ارزش خدمت شما هستیم. واسه این کار ابتدا وارد اپلیکیشن گوگل پلی میشیم و عبارت میرو نتورک رو سرچ میکنیم و اپلیکیشن مربوطه رو مطابق تصویر دانلود میکنیم. بعد وارد برنامه میشیم و روی کرییت یور اکانت یعنی ساخت اکانت جدید کلیک میکنیم. در این قسمت مشخصات خودمون رو در کادرهای پایین وارد میکنیم و یه رمز با امنیت بالا واسه اکانتمون تعیین میکنیم. در صفحه بعد کشور، شماره موبایل و تاریخ تولدمون به میلادی رو وارد می‌کنیم و تیک آخر رو می‌زنیم. اگرم بلد نیستید میتونید تو گوگل تاریخ تولدتون رو از شمسی به میلادی تغییر بدید. در پایین کد رفرال یا کد معرف آی مهرداد رو وارد می‌کنیم که مال خودمونه و معتبره و همیشه فعاله و باعث میشه سرعت استخراجتون بالا بره. بعد اینجا رو ایس کلیک می‌کنیم و یه رمز واسه ورود به اپلیکیشنمون تعیین می‌کنیم. میتونیم لیتر رو هم بزنیم و بدون رمز وارد بشیم. اینجا روی استارت مینینگ کلیک می‌کنیم و رسما استخراج این کوین با ارزش رو استارت می‌زنیم. اکانت ما آماده است. از این به بعد طبق کرونومتری که تو پایین مشخص است هر موقع استخراج مثلا متوقف بشه بعد 24 ساعت میتونیم وارد بشیم یا بار دیگه استخراج رو استارت بزنیم. فقط دوستان توجه کنید، نکته بسیار مهمی که اینجا باید حتما بهش بپردازم اینه که موقعی که شما تمام اطلاعات ساخت اکانت رو وارد میکنید و میخواید وارد برنامه بشید وارد نمیشه و همچین خطایی میاد روی صفحه که فقط داره میچرخه و جلوتر از این هم نمیره. اصلا نگران نباشید، اکانت شما ساخته شده، فقط لازمه یک بار دیگه برنامه رو ببندیم و از اول وارد بشیم. این دفعه به جای کرییت یور اکانت یعنی ساخت اکانت جدید با این روی گزینه لاگین کلیک می‌کنیم چون اکانت ما از قبل آماده است. صفحه بعدش بالا جیمیلی که باهاش ثبت نام کردیم رو وارد می‌کنیم و پایین رمزمون رو که به برنامه دادیم رو وارد می‌کنیم. صفحه بعد روی استارت مینینگ کلیک می‌کنیم و بین این دو تا گزینه همیشه روی گزینه بلندتر کلیک می‌کنیم. تبریک میگم، استخراج ما رسما شروع شده و فقط طبق کرونومتری که پایین صفحه هست باید هر 24 ساعت وارد بشیم و استخراج رو باز استارت بزنیم. از این 4 تا فیلتر شکن خیلی خوب و رایگان هم میتونید واسه استخراج میرو نتورک استفاده کنید: جامپ وی پی ان، نینجا وی پی ان، وانیلا وی پی ان و گوست وی پی ان، چون اینها تست شده و رایگان هستن و فیلتر شکن‌های قدرتمندی هستن که میتونید ازشون استفاده کنید. وقتی هم میخواید بعد وارد بشید و باز استخراج رو شروع کنید با همچین صفحه روی صفحه گوشیتون مواجه میشید. فقط لازمه اینجا پایین صفحه اون آیکون فلش دار رو از سمت چپ به سمت راست بکشیم تا وارد برنامه‌مون بشیم، استخراج شروع بشه. نکته مهمی که باید خدمت دوستان عرض بشه اینه که اطلاعاتی رو که باهاش ثبت نام می‌کنید رو حتما توی دفتری یا یه گوشه‌ای روی برگ کاغذی چیزی وارد کنید که بعداً که گوشیتون رو عوض کردین بتونید با وارد کردن این اطلاعات یه بار دیگه به رمز ارزایی که استخراج کردین دسترسی داشته باشین. روز و روزگارتون خوش موفق باشید.